خود محصول 3 تا دکمه داره که الان جلوتر براتون توضیح میدم کاربردش هست. من 2 تا باتری رو وصل میکنم به ترازو. با این کلیک ما روشنش میکنیم. الان میبینید که صفره و اون فلش رو میبینید، اون فلش روی گرمه، اون فلش بالای صفر روی گرم هست. ما اگه این دکمه رو فشار بدیم میاد روی پوند یا همون اوز و به واحد پوند برامون وزن میگیره که ما توی ایران به گرم وزن میکنیم و بعد این دقت داشته باشید روی بالایی باشه. اینجا نوشته 10000 گرم، یعنی همون 10 کیلوگرم میشه و به صورت گرمی وزن میکنه برای ما. یعنی مثلا 120 گرم، 121 گرم، 122 گرم، اینجوری 1 گرم 1 گرم برای شما میندازه. و الان امتحانش میکنیم. خب 715 گرم از این اصلا این 1 کیلو بوده که این مقدار مصرف شده. الان 715 من مجددی رو میذارم. دقت ترازو رو میبینید که مجدد 715 گرم برامون تشخیص داد. زیر ترازو حتما باید سفت باشه، روی کابینت یا هر چیزی که هست سفت باشه، سرامیک باشه، تخت و تراز باشه و روی فرش و موکت و اینا که زیر ترازو نرمه خب واسه خطا در اندازه‌گیری وزن اون شی محصول اون وسیله‌ای که روی ترازو میذاری میشه. خب حالا اون امکان خوبی رو که این ترازو داره همون قابلیت پارسنگ گرفتنشه که وزن اون کاسه‌ای رو که ما میذاریم یا سینی رو که میذاریم روی این ترازو رو برای ما صفر میکنه و کار ما رو برای وزن کشی مثلا آرد، لوبیا یا هر چیز دیگه ای برنج اینا راحت‌تر میکنه. کاسه رو ما میذاریم. الان با زدن این گزینه وزن کاسه رو برای ما صفر میکنه. یعنی میگه الان ترازو صفر، شما هر چی بذارید داخل این ترازو من وزن اون رو بهت میدم و وزن این کاسه رو برای شما حساب نمیکنه. دقیقاً مثل یک ترازو کاسه دار. می‌بینید 130 گرم الان دقیق تشخیصش و وزن این کاسه رو دیگه برای ما حساب نکنه. وزن خالص این پسته رو برای ما زد و این از خوبیای این ترازوئه که این قابلیت رو داره با این قیمت مناسبش. و الان ببینید که من از اینا در میارم، ببینید وزن داره کمتر میشه.